سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. بالاخره بعد از مدت‌های طولانی اسکایلا به بازی برگشت. بچه یه باگ داره، چند تا نکته داره که باید بهتون بگم. بررسی و واسهتون گذاشتم، گیم پلی هم براتون میذارم و اینکه امیدوارم لذت ببرین. کریتشو امیدوارم بتونیم بگیریم بچه. با کوپن نمیتونین کریتو بزنیم. بریم با هم سریع یه بررسی داشته باشیم و اینکه اون کسایی که زدن کریت اسکایلا رو صبح مثل من پا شدن، 7 صبح مثل من پا شدن زدن، خیلی سود کردم و خیلی به صرفه تر بوده براشون. باگم داستانشو بهتون میگم. اول از همه بچه ها بریم با هم دیگه یه بررسی داشته باشیم که داداشتون ببین 70 دور ململانی واسه تون زدمش به عشق خودتون، بعدش هم به عشق این پروفایلش زدم، ولی خب پروفایلش رو ندید. بچه ها من همون 10 دور اول زدم گرفتم. امیدوارم که شما هم بتونین بگیریم. باگش هم بهتون میگم. صبر داشته باش داداشم، صبر داشته باش. یه کم وایسا تو بهت آیتما رو بگم. بچه ها آیتم اول M4 که خیلی 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 به شدت شبیه M16، یعنی هر کس ندونه میگه این داداشمون M16. خب ولی خب M4 بچه ها. FR 556 واقعا طراحیش قشنگه، ولی نمیدونم به کار نمیاد. به نظرم که جالب نیست. طراحیشون بچه خیلی خوشگله. طراحی اینم که بهتون گفتم. کیوکسار بچه ها واقعا این یکی طراحیش از همشون خوشگل تره و خیلی قشنگه. بچه ها بریم آیتم بعدی. AGR هم که خوشگله، بد نیست. موتورشو حال نکردم. اگه نه بد نیست خدایی. بریم با هم تبرش رو داشته باشیم بچه ها. تبرش هم خیلی خوشگله. اینم که نه این زیاد جالب نیست. بکشه که بچه ها توقع داشتم خیلی بک خوشگلی داشته باشه، چون واقعا کاراکترش خوشگله. بریم آیتم بعدی بچه ها. چون دارم یکم سری میگم ممکنه اشتباهاتی هم وسط حرفان باشه، به بزرگی خودتون ببخشید. بچه ها کلتشه که کلتش هم قشنگه، بد نیست. ما دوست داریم. بقیه‌اش هم که آیتم های به درد نخوریه بچه ها. 60 دور زدم فقط به خاطر این. دنسش هم با هم ببینیم. دنسش هم قشنگه، خدای دنسش هم قشنگه. بچه ها پروفایلش که واقعا فوق‌العاده است. واقعا پروفایل خیلی خیلی خوشگلی داره. امیدوارم که بتونیم بگیریم. بچه ها خدمتتون بگم که صبح ساعت فکر کنم من بیدار شدم بین 7 و حالا هلوش 10-11 گفتن که یه باگی بوده که شما این سیتا رو که میخواین بزنین، یک دور مثلا بزنین، با این سیتا میتونستین چقدر گردش داشته باشین؟ 10 دور، که من خودم اینطوری انجام دادم. عکسش هم بچه ها واسهتون میذارم ببینین. اگه حتما اون قسمتش زده 10 تا آیتم واسهتون زده که فکر نکنم زده باشه، ببخشید که من یکم ویدیو رو دیر آپلود کردم و اینکه بچه ها میخواستم واسهتون ویدیوی کریتش رو بذارم، ولی خب وسط کار قطع میشه ویدیو و متاسفانه نمیتونم واسهتون بذارمش. و همینقدر که آیتما رو بررسی کردیم بچه ها، میرسیم به خود اسکینش. واقعا بین 7-8 تا کریت برتر کالاف میتونه قرار بگیره. خیلی کریت قشنگی، خیلی خوشگله. امیدوارم که بتونیم بگیریم بچه ها. باگش همین بوده که شما با 30 تا CP میتونید 10 تا گردش بزنین، که باگش صبح بوده. هر کسی که گرفته مبارکش باشه، هر کسی هم نگرفته فدای سرش. خب بچه ها با هم دیگه بریم گیم پلیش رو ببینیم تا توضیحات دیگه ای هم بهتون بگم. آخه این کریت به این خوشگلیه دیگه شما کجا گیر میاری؟ برای اولین بار تو زندگیم به کلمه، به این جمله کلن سحرخیز باش تا کامروا گردید، واقعا به این اعتقاد آوردم. بچه ها شما هم صبح پاشین واقعا بزنین، یعنی کریتو باید پا میشدین میزدین. خب این کار رو نکردیم. میدونم بچه‌ها خیلیاتون مدرسه میرین، خیلیاتون درس دارین، خیلیاتون اصلا گوشیاتون رو ازتون میگیرن واسه امتحانا، ولی خب به هر حال
اگه کریتش بود بچه‌ها بریم بزنین، حتما باگر رو بریم بررسی کنین که شاید مثلا باشه، ولی خب احتمال زیاد باگ نیست و باگر رو از دست دادین. بچه‌ها نظرتون هم راجع به اسکایلا صورتی حتما توی کامنت ها بنویسین. بچه‌ها حمایت ها واقعا خیلی کمه، واقعا حمایت ها خیلی کمه. میدونین چی میگم؟ وقتی میای یه محتوا درست میکنی مثلا میبینی یه تعداد خیلی کمی حمایت میکنن، واقعا انرژی آدم میره. ولی من به عشق همون یه تعداد کمم میام ویدیومو میذارم. حالا اگه کریت جدید، گردونه جدید، هر چیز جدیدی باشه واسهتون میزنم و ویدیوشو براتون میذارم. خیلی دوست داشتم که ویوان هریس هم برگرده. بچه‌ها ویوان هریس مشکی میدونم تو فوریو خیلیاتون هست، خیلیاتون زدینش، ولی خب باورتون میشه یا نمیشه واسه من نیومده بالا. خب نمیدونم واقعا چی بگم، کریتش واسه من نمیاد بالا، وگرنه من میتونم راحت کریتشو بزنم. بچه‌ها کوپناتون رو یادتون نره حتما جمع کنید، کوپناتون رو واقعا حتما جمع کنید که تو کریتا خیلی به کارتون میاد. احتمالاً کریت منندز هم احتمال داره تا چند سیزن آینده بدنش بیرون. آخه خیلی وقت کریتش اومده واقعا. اون زمانی هم که اومد بچه‌ها کسی کریتشو نزد، چون واقعا اون موقع جالب نبود. خب واقعا کریت جالبی نبود اون موقع، خیلی مثلا خوششون نیومد، ولی خب یوتیوبرها اومدن گندش کردن. بچه‌ها خواهشاً واسه یه چیزای الکی هزینه نکنیم. مثلا طرف یوتیوبر اومده میگه مثلا این گاندجن خیلی خوبه بچه‌ها، AK47 مثلا اومده، AK47 شما حتما بریم بزنین، خیلی چیز خفنیه. ولی بچه‌ها واقعا اگه میخواین هزینه کنین فقط متیک بزنین، فقط متیک بزنین، چون میدونم هزینه ها بالاه، واقعا زندگی همه سخته و اینکه قیمت هایی داره بالاتر میره. کلا بچه‌ها خواهشاً فقط بیاین متیکا رو بزنید، خواهشاً تو فکر یه چیزای دریوری نباشین. بچه‌ها اگه میخواین کریتای خفن‌تر رو مثلا مثل منندز، مثل حالا کریت ویچ واردن که اومد و کریت چی بهش میگن، ویوان هریس، کریتای دیگه که برگشت رو میخواین حتما بزنین، حتما بچه‌ها کوپناتون رو جمع کنین، واقعا خیلی به کار میاد. و آقا یکم هم از این حرف بکشیم بیرون، بریم تو اسکایلا. اونقدرم دیگه بچه‌ها توش نریم، ولی خب نگاش کنین قشنگ موومنتش بچه‌ها خوبه، واقعا موومنتش خوبه، رنگش هم خوبه، با بعضی گانا مثلا واقعا ست میشه. خب کلا اسکین قشنگیه، خوش موومنت، بد نیست، خوبه، واقعا جزو 10 تا کریت برتر هست بچه‌ها. امیدوارم که بچه‌ها این ویدیو رو حمایت کنید و بتونیم که تعداد این خانواده کوچیکمون رو یکم افزایش بدیم. و بچه‌ها من فقط به عشق خودتون میام ویدیو میذارم، یعنی اصلا ویدیو برای این نیست که مثلا بیام بگم من نیاز مالی دارم حتما باید برم یوتیوبر شم، نه واقعا به خاطر این من ویدیو نمیذارم، من به عشق خودتون میام ویدیو میذارم. وقتی که مثلا یک کریتو میزنم شاید اون طرف مقابل مثلا بخواد راجع همین باگش بدونه، و وقتی که من میتونم مطلعش کنم چرا نباید این کارو بکنم. بچه‌ها حتما اگه سوالی داشتین، ویدیوی آموزشی خواستین یا چیزی میخواستین بپرسین، حتما توی کامنت ها بهم بگین که یا توی کامنت ها جوابتون رو بدم یا اینکه یه ویدیوی کوتاه راجبش درست کنم. بچه‌ها ویدیوهای طولانی زیاد نمیتونم درست کنم به خاطر اینکه هم بچه‌ها وقت گیرتره، همین که مخاطب یکم حوصله‌اش سر میره، همین که بچه‌ها حمایت ها واقعا پایینه و اینکه امیدوارم از این ویدیو بچه‌ها خوشتون بیاد. امیدوارم که این اسکایلوی صورتی ململانی رو شما هم بتونین دریافتش کنید. خبر جدیدی شد راجع به گردونه ها و کریتای جدید. بچه‌ها کریتا رو حتما واسهتون میزنم، ویدیوش هم براتون میذارم. یادتون نره چنل منو دنبال کنید که اگه دنبال نکنید متاسفانه آخرین باریه که همدیگه رو میبینیم. خیلی ممنونم که بچه‌ها تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو نهایت استفاده رو برده باشید. بچه‌ها اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک پای ویدیو بکوبین و براتون بهترینا رو آرزومندم. خدا نگهدار.